بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی حضرت عمر به ملک شام رفتن، نماینده ها آمدن که ای عمر، در ملک شام کسلی وبا آمده است، کجا می روی؟ حضرت عمر در جاش ایستادن و با عسکرها امر کرد که پس می گردیم، باز مدینه می رویم. مردم گفتن ای عمر، می رویم به ملک شام، اگر در تقدیر ما باشد بیماری، بیمار می شویم، اگر در تقدیر ما نباشد بیمار نمی شویم. حضرت عمر چی گفتن؟ نفر من قدر الله الی قدر الله، می گریزیم از تقدیر خدا به سوی تقدیر خدا. انا همین گریختن من، ندر آمدن من به ملک شام، اینشان تقدیر الهی است. گفت از این خاطر در باب تقدیر بحث های خیلی زیاد است. من علل خصوص از جانب خودم گپ میزنم، من عاجز هستم، من جواب تقدیر به هیچ کدام شما معین کردن نمیتونم. اگرچه حدیث های زیادی خواندم، اگرچه آیه های زیادی در قرآن تفسیرهاش نگاه کردم، لیکن هیچ خلاصه برآوردن نمیتونم. در هر یک سوالی او باز یک سوال دیگه پیدا میشه. از این خاطر از همه شما جوانای عزیز، علل خصوص این برادر کلخاز آبادی، خواهش من این است که در باب تقدیر بحث مناظره نکن، فقط به سوی پروردگار دراز شو، از خدا بترس، انشاءالله تو نیکبخت میشوی. داملای عزیز، من صنف 10 میخوانم، روزهای جمعه میخواهم و دوست میدارم که در صحبت شما اشتراک کنم، لکن در درس مکتب هستم. اگر معلم را فریب دهم یا یگان بهانه کنم و مرا جواب دهد، من گناهگار میشوم یا نه؟ یعنی این جوانی که از ما خواهش کردن تا که معلم خود فریب دهد یا یک بهانه پیدا کند و آمده فرض الهی را ادا کند، من بر این جوان که چندین بار من این جواب گفتم، باز میگویم و خواهد گفت، این است که وقتی که تو الله که معلم خود فریب میدهی یا یک بهانه میکنی، تو در 2 گناه مبتلا میشوی. در 2 گناه، یکی فریب دادن، دروغ گفتن، این خود گناه است. دوم جهل و جاهلی و بیدانشی تو خودش گناه است. از این خاطر از همه شما دادرای عزیز خواهش میکنم که کدام شما اگر مکتب میاینا میخوانین، اگر در صنف هم که شما باشین، تصور کنین که شما در نماز جمعه هستین. ترا نیت نیک است، لکل امرئ منه ما نوا، گفت از پیغمبر، از برای هر یک شخص میرسد آن را که نیت میکند. نیتی تو نیک است، دلی تو به نماز جمعه میسوزد، خداوند تو را از ثواب این جمعه برخوردار میکند. فقط از درس نگریز، درس ترک نکن، بلکه در درس اعلاچی باش، بلکه در همون مکتب تو نمونه باش. این است برای ما و شما افتخار. حضرت مولوی را خدا رحمت کنند میگوید همه شرمندگی ها از دروغ است، چراغی راستان دائم فروغ است. و دنیا اینقدر دارد خجالت، چه باشد خجلت روز قیامت. همه شرمندگی ها از دروغ است. شرمنده می شود انسان چی در دنیا و چی در آخرت، وقتی که اگر زبان دروغگو داشته باشد. حضرت مولوی میگوید در دنیا اینقدر خجالت دارد که وقتی که بالای دروغ تو را میقپند. این اگر مبادای همین طلبه آمد و در همینجا اشتراک کرد و اگر مبادای معلمش باید دانست و دید، چند قدر خجالت میشوی. و دنیا اینقدر دارد خجالت، چی باشد خجلت روز قیامت. برای این دروغ در روز قیامت چند قدر دیگر خجالت میشوی. پیغمبر خدا را حدیث های مبارکش آیت المنافق ثلاث گفتن. پیغمبر گفتن منافق 3 طریقه انسان ها منافق هستند. اذا اؤتمن خان و اذا حدث کذب. یکم، اگر کسی را که امانت گذاری خیانت میکند، یک امانت هم میاری در پیشش میمانی، در همین امانت خیانت میکند. یا یک سخن در پیشش امانت میگذاری،
در همین سخن فاشش میکند، در همه مردم اظهارش میکند، آشکارش میکند. یکم نشانه منافقی گفتن انا همین است. دوم، اذا حدث کذب، هر وقتایی که اگر سخن میگوید دروغ میگوید. و اذا عاهد غدر، هر وقتایی که عهد و پیمان میبندد در عهد و پیمانش وفا نمیکند. چهارمشم روایت آمدگی است که هر وقتایی که اگر جنجال کند در جنجالش دشنام میدهد. این 4 طایفه را پیغمبر خدا گفتند منافق هستند. یعنی شخصی دروغگو هم در یکی از این علامتهای منافق داخل می شود. از این خاطر دادر عزیز و همه دادرهایی که مکتب خوان هستین، کوشش کنین، کوشش زیاد به خرج دهین، مکتبهای بهتر رفته مکتبها دا تحصیل کنین، خوانین، متخصصای خوب شین. آمده امروز آبروی تاجیکستان ما را بلند کنین. شما همت افتخار یعنی تاجیکستان میشین. بغیر تاجیک برای تاجیکستان هیچ ملت دیگر را دلش نمی سوزد، فقط برای تاجیکستان تاجیک دلش می سوزد. دیگر این مردمی که میآید برای ما و شما کار میکنن، اینها هیچ رحم و انصاف بر این ملک ما ندارند. کدامش آمد یا دختر تا تجاوز میکند یا مال تا خیانت میکند و دیگر میکند میرود. لیکن تاجیکستانی فرزند تاجیک دلش به تاجیکستان میسوزد، به وطنش میسوزد. کاری کنیم که همه ما و شما یک جای شده تاجیکستان خودمان آباد کنیم. طبیب از ما و شما باشد، باید طبیب پیش قدم از ما و شما باشد. چرا که آخی ابو علی بن سینا از ماست کو آخی. چی خوش گفت دانای شیرین مقال، که بدانیش انسان نیابد کمال. خدا رحمت کند شاعر میگه کسی که دانش ندارد وای کمالات ندارد، کسی دانش و فهمیش ندارد وای آینده ندارد، وای برکات ندارد. آدم جاهل همه فریب میدهد، آدم جاهل در هر کار استفاده میبرند. کاری کنید که شما از جمله دانایان شوید. داملای شیرین سخن، من یک سوال دارم، از شما خواهش دارم که با سوال من جواب دهید. شخصی که به روسیه می رود و نماز جمعه را خوانده نمی تواند، آیا این گناه است؟ در همین جمعه جواب گویید. یعنی اگر شرایط ها باشد، وقتی آدمی که از اینجا می رود به روسیه و نیتی او که از 15 روز زیاد است، وای الکی مسافر حساب نمی خورد. اگرچه جمعه برای آدم مسافر یعنی نرفتنش در گناهگار نمی شود، لیکن آدم الکی مقیم همان دولت که حساب می خورد. از این خاطر اگر شرایط ها باشد رفته جمعه را خوانید. اگر شرایط تان نباشد، حالتان وزنی باشد، مشکلات باشد، چه برای طهارت کردن تان چه برای نماز جمعه رفتن تان، ممکن که در راه همون ملیسه هایی که مثال چگونه که بچه ها خبر می دهند که اونها را غم دقت می دهند، پول و مال اونها را میگیرند. اگر این گونه حالت ها باشد، شما در همون مکان ختام پیشین خوانید، ان شاء الله خدا نماز شما را قبول میکند. وابسته به همون شرایط خود شماست. حالتتان باشد، شرایط باشد روید، شرایط نباشد ترکش کنید، همون جای ختام در پیشین خوانید، ان شاء الله خداوند نماز شما را قبول میکند. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. آیا در طبق خوردن ثواب است یا در چینی؟ التماس جواب گویید، ضرور است. ما این جواب گفتگی بودیم و با همین نزدیکی هم در همین مسئله بین عصر شام ما یک صحبت داشتیم که پیغمبر خدا میگوید ولا یمسح یده بالمندیل حتى يلعق اصابعه وصفحه انكم لا تدرون في اي طعامكم برکه. پیغمبر خدا گفتند که امتان من
هر طبقی که اگر هر یک طعامی که در او دست زیاد باشد، در همون طعام برکت است. مقصد از این طبق است. یعنی در طبق خوردن پیغمبر خدا امر کردند و گفتم برکت است. و رسول اکرم میگوید لا یمسح یده بالمندیل. مندیل گفتم دسترخوان یا دستمال میگویند. در دستمال یا در دسترخوان دستشان نمی شکیدن یا نمی مالیدن بعد طعام خوردن تا اگر انگشت هاش با دهانش تازه نمی کردن. یعنی رسول اکرم هم تازه کردن طبق را در حدیث های صحیح پیغمبر است امر کردند که طبق تازه کنین و هم انگشت هاتون تازه کنین. زیرا این که گفت نمیدانین که در کدام گوشه او برکت است. شاید که همون طعامی که در دستای شما آلوده بود و یا شما در دستمال میمالین، شاید که برکت در همونها بود، شما و یا در همون دستمال مالیدین و نابود کردین. از این خاطر از حدیث پیغمبر برمی آید که هم انگشت هاتان تازه کنین با زبان خود و هم طبقی که میخورین و هم تازه کنین. این امر پیغمبر خداست. از این خاطر به نهایت خوب میشه که اگر ما و شما طبق استفاده کنیم. لیکن در طبق خوردن من چندین بار گفتم شرط ها دارد. اگر همون دست برادری که در طبق درازش میکند با دست آدم مانند باشد، اگر دست باشد که از چرک خالی نباشد، دست باشد که ناخنهای دراز و در زیر او پر از چرک باشد، این گونه دست با این گونه دست خوردن در همون چینی در خوردن بهتر است. امروز این عیب است که ما یک برادر مسلمان گوییم که دست هاتون شویین. عیب هم نیست، زیرا پیغمبر خدا در این بابها حدیث های زیاده دارد. ان الله نظیف یحب النظافه، ان الله جمیل یحب الجمال. خداوند زیبا زیبایان دوست می‌دارد. خداوند پاکیزه است پاکیزگان دوست می‌دارد. جوانای عزیز، من بار خبر داده بودم، باز میگویم، اقلا در یک روز شما یک بار دستاتون با صابون شویید، اقلا یک بار. لیکن اگر شما آلفته باشین، شما چند قدر ایمانتان قویتر باشد، در هر یک پیش از طعام دستاتون با صابون شویید، به نهایت نیک میشود، به نهایت خوب میشود. الکه ضرری تو در یک برادر دیگر نمیرسد. رسول اکرم میگوید خیر الناس من ینفع الناس، بهترین شما کسی است که ضررش در یک برادر نرسد. وقتی من در پهلوی من تو می نشینی و دستهای تو خالی از زخم و خالی از چرک و خالی از ناخنهای دراز نیست، چگونه طبیعتی من شاده میشد من با همراه تو طعام میخورم؟ این اسلام هم رخصت نمیدهد و طب هم که از اسلام گرفته شده است طب هم اجازت نمیدهد. برای همین همه شما دادرای عزیز، هر گاهی که طعام میخورین حتمی دستاتون با صابون شوین، بعد طعام خورین. در پهلوی برادرتان نشسته، ان شاء الله انا همون طبق با برکات طبق میشود. و در دستمالی که ما و شما داریم، خانه هایی که معرکه ها میکنین، چند قدر خراجات های زیاد به عهده دارین. این قدر خراجات زیاد میکنین، در یک دسترخوان یک دستمال میپرتایین. یک دستمال در دسترخوان دور میگردد، با همون دستمال گرفته بیرون برآورده با دستهای مردم به همون شکیده میشه. با یک دستمال 100 نفر آدم دست میشکد، با 100 آدم دیگر بعد طعام خوردن باز دست میمالد. همین جایز است، همین درست است. تو 500 و 600 سامانی را صرف کردی، 20 سامانی دیگر نیفتی که یک دستمال خریده در همون دسترخوان. اقلا برای 2 نفر یک تا پرتو یا برای 3 نفر یک تا پرتو. امروز مردم روز به روز پیش رفته ایستادند. امروز طبیعت مردم نازک شده ایستاده است. مجبور میشیم که همون دستمالایی که در بر ما داریم بعد به همون دستای خودمان شکیم. عرق خریده میتونی، تمام نغمه و نغامات کرده میتونی، 20-30 ماشین از همینجا برده و آورده که هر کدام هم را 3 لیتر بنزین اگر تو بریزی
قریب 200-300 سامانه را در اونها اسراف کرده میتونی، دستمال خریده نمیتونی. آمد ساعتی که ما و شما با همین مدنیت ها برسیم.